ما در مقابل هر تهدیدی قاطعانه می ایستیم و هر تهدیدی را اگر عملی شود به شدیدترین شکل پاسخ می دهیم، پاسخی قاطع، کوبنده و ویرانگر. امروز باز هم دشمن فریبکارانه دم از مذاکره مستقیم زیر سایه تهدید می‌دهد. مشخص است که ملت ایران را نشناخته است، در حالی که ملت دشمن مدام در حال تکرار اشتباهات خود است. نه از لبنان و نه از غزه و نه از یمن و نه از عراق و نه از افغانستان درس نمیگیرد. او راه اشتباهات گذشته خود را میرود.